در شهر اسفر مدام جشن نیاگان مهرگان با شکوه خاص تجلیل می گردد. در این مورد این نوبت نیز استثنا نشد. با این مناسبت در لیسه رقم 5 شهر همایش زیبای آراسته گردید که در رفت آن محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شدند. دیرکتور لیسه با افتخار فرارسی جشن مهرگان آموزگاران، خوانندگان و پدر و مادران را تهنیت گفته برایشان برکت روزگار، دسترخوان پر از ناز و نعمت و زندگی پرفیض را تمنا نمود. ضمناً تذکر داده شد که جشن مهرگان در ردیف نوروز و سده و تیرگان از کهن‌ترین عیدهای خلق تاجیک بوده. پیدایش، رشد و تکامل و تحول آن به شغل و روزگار دهقانان مربوط است. بیا ای مهرگانی حاصل افشان و ملک زرنسار تاجیکستان، در باغ‌های خرم و جنت نشانی اسفره، شهد و شکر می پرورد پیر و جوانی اسفره، شیرین تر از شهد و شکر بخشد به کس جانی دیگر، شهد نوایی دلکشی هنیاگرانی اسفره. منظره زیبای ایدگاه از زندگی آسوده و آرام، مهنتی پرمحصول دهقانان، روند بنیادکاری و سازندگی، گرامی داشت عنعنه‌های نیک گذشتگان و آرزو و آرمان‌های مردم مهنتکارین این گوشه زیبای کشور بازگویی داشت. در این روز کودکان در وصف و ستایش مهرگان شعر و ترانه‌ها قرائت نموده، تحت آهنگ و نوای دلنواز رقص و بازی کردند.